خیلی خوبتر هم نماید. خب دیروز اصلا مسابقه برگزار میکند. پیش از همه این البته رشد فوتبال در منطقه. صدای هشتک داور دوستانبек رحمانов از ازبکستان. 2024 هم در قرقیزستان مسابقه برگزار شد. آنجا ایران توانست غلبه را صاحب شود. حالا امکانیت برای دسته ما و ضربه مان کرد. همون سال آینده یعنی ادامه حمله بازیگران ترکمنستان. جانب اشور علیزاده جان نظرزاده مبارزه میبرد و باز هم در مقابل بازیگر ما خطا صورت میگیرد. این دفعه با بازیگر رقم 5 ترکمنستان داور کارت زرد نشان میدهد. اورازگولیف. بازیگران ترکمنستان با شماره کم بازی میکنند. بسیار جدی، بسیار خوب. از جانب موسی قهاروف میتواند این بازیگر حمله را انجام دهد ولی ضربه زد. ضربه زده می شود و بسیار خوفناک بود برای دروازه‌بان ما. 20 ساله دسته ایران عنوان چمپیونی را به دست آورد. حالا امکانیت برای بازیگران ما در آغاز نیمه دوم و گل میزنند بازیگران ترکمنستان در دقیقه 61 رقابت. بیننده میشویم در وضعیت استانداردی بازیگران ما موفق نشدند. خب رستم کمالوف در این وضعیت و بعدم بالا برخورد با اشتراک حمله‌گری دسته ترکمنستان و محافظتگری ما ضربه زده میشد و تو بالاتر از دروازه ما نشان داده شد. رجبوف هستند. ترکمن‌ها همین گونه استفاده میبرند. حالا ادامه حمله بازیگران ما. نظریف با کجا والا یک امکانیت خوب برای اجرای ضربه است. مسافه دور و تو به دست بازیگر ترکمنستان رسید. اینجا معلوم بود 10 متر را دیده برآمده ایستاده است. پنالتی در این وضعیت دست چپش ضربه احمدجان شایف و حساب 1-1. دقیقه 84 رقابت امکانی با بازی برگشتن وجود دارد. ما وقت اساسی به انجام رسید. ضربه قهاروف. شهبان نعیموف امکانیت ضربه زدی برای شهبان و دروازه‌بان ترکمنستان شد. با وقت اساسی رقابت فرصت هست برای بازیگران ما ولی حالا حمله ترکمنستان رو می‌بینیم. کشورمون پرتاب خیلی بلند دروازه‌بان دسته ترکمنستان بیرون اومد. این وضعیت رو برطرف کرد و گل دوستان عزیز. دقیقه 97 رقابت موسی قهاروف. بیا توجه میکنیم با همین حالت دروازه‌بان ترکمنستان این وضعیت رو برطرف کرد و ضربه موسی قهاروف رو ببینید. اصلا در فوتبال این گونه گل ها را بهترین گل ها حساب میکنند. تو با کنج دروازه دسته ترکمنستان رفت و حساب 2-1 شد. و من بالاتر اشاره کردم تنها غلبه لازم است برای دسته جوانان ما در مقابل صدای اشتک داور انجام دیدار بین دسته های دور کنند و نباید با چنین حالت با چنین مناقشه راه دهند بازیگران و مربیان حالا بازیگران رو اصلا دور میکنند.